استاد شما مدت زیادی در سازمان بازرسی بودین، فکر می‌کنم 13 سال برای یک طول دوره مدیریتی خیلی زیاد باشه. الان یه رویاست، الان اساسا کسی الان در جمهوری اسلامی نمیتونه نصف این هم مدیر بمونه. فکر میکنید که چی کار میخواستید بکنید، چی کارهایی شد و چه کارهایی حسرتش موند که ما نتونستیم؟ چون 13 سال واقعا زیاده. اولا کارهایی که شد به دلیل تسلط خود من و قضاتی رو که انتخاب کرده بودم، واقعا یک نوع خوف و چیزی شد تو ادارات که تخلف کمتر اتفاق بیفته، حساب ببرن و حساب میبردن از بازرس سازمان بازرسی. خیلی حساب میبردن. بانک ها، مثلا واقعا وزارت نفت اون وقت چنان تخلفاتی ازش ما چیزش کردیم که آمد رفته بود پیش آقای موسوی اردبیلی، معذرت میخوام اسم اون وزیرشو نمیبرم، خود ایشون گفت آمد پیش من گریه کرد که من از دست ایشون راحت کن. توجه فرمود. برای اینکه خب ما دقت میکردیم و کنار نمی آمدیم. حالا خیلی چیزا کم شد و تخلفات بود. دادگستری هم خیلی بازرسی میکردیم و پرونده ها رو میخواستیم میدادن، بازرس میرفت اونجا جلوشون. اونی که موفق نشدیم تقریبا دستگاه اون وقت جدا بود، دادگاه انقلاب و دادسرای انقلاب از دادگستری جدا بود. اونجا هم خیلی وقت به حمایت شخص امام خمینی رضوان الله علیه، به حمایتی که ایشون میکرد، اونجا هم خیلی وقت موفق شدیم جلوی خیلی از تندروی ها. ولی خب اون زمان شانس ما مواجه شد با اون نهضت مسلحانه گروه های مخالف جمهوری که به هر حال تخلفات زیادی اتفاق می افتاد تو دادسراهای و ما نتونستیم جلوی همش رو بگیریم، تا اینکه منتهی شد به فرمان 8 ماده‌ای امام. باز دوباره من شدم دبیر فرمان. باز اون وقت یه مقدار زیادی تخلفات گرفته شد. قضیه گزینش ها بود که ما درگیرش بودیم، به فرمان امام باز دوباره جلوگیری شد خیلیش. ولی خب ایدئال ما که هیچ تخلفی نشه انجام. بعد که دیگه کم کم رفت و ادغام شد این دوتا در هم، دادگاه انقلاب و دادگستری ادغام شد که به خیال این که اگر بیاد ادغام بشه بهتر میشه، به نظر من بهتر نشد. من نظرم اینه که بهتر نشد و دادگستری ادغام شد در دادگاه انقلاب. بنا نبود دیوان کشور مثل دیوان کشور بعد، دیوان کشور از عالی ترین قضاتی که سابقه دارترین، تجربه دارترین و باسوادترین بود. اما کم کم افرادی از دادگاه انقلاب آمدن که چندان سابقه قضایی، علمی قضایی رو نداشتن. توجه فرمایید. این قضایی ها اتفاق افتاد که الان به هر حال که میبینید ما برای خود من اینجور نبود که همه ایدئال ها، اما پناه مردم شده بود بازرسی. چنون در به روی مردم باز بود، هیچ در و دربندی وجود نداشت. حتی خود اتاق من به راحتی میتونستن بیان پیش من شکایت بکنن، می آمدن شکایت میکردن، ما بازرس تخلفات کم میشد، خیلی خوب بود. اما بعد دیگه که مقداری ناامنی زیاد شد، مجبور شدن که در و دربندهای زیادتری انجام بشه، دیگه به هر حال عرض کنم که اون رابطه با مردم اونطور وجود نداره. اشاره فرمودید به استفاده از قضات بسیار حالا فهیم و باسواد و اینها، و خاطرم هست در این خاطره حالا در نشست شخصی که میفرمودید از یک معاونی بود یا یک قاضی بود که یک نامه‌نگاری بسیار بگم. به نظرم اون خیلی آخه اون روز حسرت خوردم که ضبط نکردیم این و ضبط نشد. اگر بفرمایید. من برای خودم معاونینی انتخاب کردم که شاید نظیرش در سراسر دستگاه قضایی کم بود اصلا.
اولا یک معاون اهل تسنن برای خودم انتخاب کردم، تو کل 13 سال؟ تو اما از اول. عجب. بله، یعنی اول. بعد اون فوق این یه کرد. معنایی داره. خیلی معنا داشت. خیلی بله. خیلی معنا داشت. یک معاونی به نام آقای نعمانی کرد بود، واقعا مظهر تقوا بود. یک کرد سنی معاون یک چون مجتهد. هنوزم که هنوز مشکل داریم در این قضیه. الان اگر کسی این کار بکنه تو گزینش الان تو همین فرهنگستان اتاق من فاصلش خیلی کمه با یکی از علمای بزرگ ریاضی که ارمنی است و من هر روز که میام اول میرم سراغ و عرض سلام میکنم. توجه کردید؟ اینجور تفکرم اینه. خلاصه اون معاون سنی انتخاب کردم، بعد یک معاون غیر سنی شیعه، 2 تا معاون داشتم به نام هادی خدا. بله بله. هادی خدا ایشون برادرش هم قاضی بود که رئیس محکمه انتظامی اون وقت بود، ایشون هم معاون من بود، اون برادرش بود. این هادی خدا واقعا عجیب بود، هم باسواد در امر حقوقی بود، هم خوب می نوشت، بسیار ادیبانه می نوشت و مظهر ذوق بود. ذوقش من می دونستم، تاریخ مرتب کتاب می خوند، مرتب مطالعه می کرد، کتاب می خوند، پرخوان بود، پرنویس بود. همین جهتش اشاره ای که جناب آقای جلالی کردن، من حالا اینو تصمیم دارم بدم مجله بخارا چاپ کنه، ما زودتر منتشر میکنیم تحت عنوان خیلی برگی از برگی از گذشت عمر، یه هم چیزی مثلا. بله. این بزرگوار معاون من بود و خیلی نجیب و شریف و واقعا من همه چیزشو میدونستم که هم نویسنده خوبی، چون گزارش که مینوشت خیلی قشنگ مینوشت و هم استدلال حقوقی میکرد، خیلی قوی بود. اما نمیدونستم دیگه تا این اندازه شو. ایشون چند روز بود کسالت داشت و منزل بستری بود دیگه، خوب شده بود که بنا بود بیاد اداره. ماشین اداره رفت بیاردش، برای معاونین میرفتن ماشین میرفتن، راننده رفت بیاردش. وقتی که آمد یک کاغذی رو تو پاکت گذاشته بود و برای من فرستاده بود. اگر بخواید من بعد از رو بخوانم اون رو. خیلی هم خوبه. کجاست؟ تو موبایله. لطف کنید موبایل. خیلی آخه جالب بودین اون روز که بعد از این من یک سواله. متن عبارتی که ایشون نوشته بود این بود: یه پاکتی رو دیدم که نوشته: سرور ارجمندم جناب آقای دکتر محقق داماد، با عرض سلام. خدا نکند که بدبیاری پیش آید. ساعت 3:30 نصف شب دیشب با صدای آب بیدار شدم. معلوم شد راه آب بام گرفته و آب از بغل راه باز کرده و جایی بهتر از داخل خانه ما نیافته است و مقدار زیادی هم آب روی بام انبار شده که اگر فکر علاجی نکنم ریزش خانه بیم ریزش خانه می رود. خلاصه آب
که مایه حیات است، برای مخلص موجب خطر و دردسر شده است. چون فکر می کنم که برای چاره اندیشی ناچارم، تو پرانتز با وصف آن که هنوز حالم خوب نشده، پرانتز بسته، دنبال معمار و بنا و امثال آن بروم، لذا بدین وسیله با عرض معذرت امروز و فردا را تقاضای مرخصی دارم. هادی هدا. من زیرش نوشتم که همکار محترم جناب هدا سلام، ضمن موافقت بدین وسیله مراتب تأسف و تأثر خود را از وقوع آن حوادث مخرب اعلام می دارم. امیدوارم که بخت شما را یار گردد و هرچه زودتر فرد متخصصی در امر تنقیه و تخلیه و تزکیه مجاری آب و فاضل آب که در ایام معاصر در بلاد ما به غایت اندک است، فرد متخصص، برای سرای آن جناب یافت شود که قوقات گرانبهای جناب عالی تضییع این گونه امور نشود. بعد اونجا خلاصه در آخرش نوشتم توصیه می نمایم که اولا در حفظ خود سخت بکوشید، وگرنه می ترسم که شد غلامی که آب جوی آرد، آب جوی آمد و غلام ببرد. و ثانیاً بام را از این بیش نفرمایید تا برفش بیشتر نشود. محقق داماد 22/8/64. خب بعد حالا جالب اینو که نوشتم، بعد نوشتم البته بالبداهه این ابیات سروده شد. ابیات سروده شد. یه ابیاتی رو ضمیمه کردم بالبداهه، و بالبداهه گفته های پریشان ذیل سروده شد. همکار ارجمند جناب خدا سلام، آباد خانه تو و معمور پشت بام. باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، بگرفت خشمگین ز تو آرامش منام. بیمار ساخت جسم نحیف و ضعیف تو، نادیده داشت مهنت تیمار ناتمام. چون گفت حالم بهتر نشد. باران که رحمت است، قضا را چه حکمتی است، با کسوت قضا بگزیده چنین مرام. یا رب تو داوری بنما در میانشان، گر حاجتی به بازرسی بوده ده پیام. گر آشتی و صلح و صفا گشت برقرار، دعوت شوند جمله ملائک برای شام. کروبیان عرش همه طبل میزنند، آخوندزاده گر بدهد سفره طعام. پدرش روحانی. یاران سازمان همه بنشسته انتظار، سبلت کنند چرب و نمایند پر مشام. مخفی کنید این خبر شادی آفرین، باشد که ازدحام نسازند خاص و عام. بلا فاصله فردا شد، یک روز همون ایشون استراحت کرد، روز بعدش آمد در نامه‌ای تو پاکت گذاشته بود و شعر من رو جواب گفته بود. من باور نمی‌کردم که این شاعرم باشه و خیلی از من بهتر گفته. از جانب خدا که رساند کنون سلام، بر حضرت محقق داماد نیکنام. آن که به روز سخت ز ما یاد کرد و گفت، آباد خانه و تو معمور پشت بام. من از پیام دوست بسی شادمان شدم، همت گرفت جان و دل من از آن پیام. غم رفت و جای خود به علاج بلا سپرد، آری رود غم از دل هر کس به اهتمام. باران که در لطافت طبعش خلاف نیست،
در شورزار خانه ما شد بلای تام. رحمت اگر، این چقدر لطیفه، رحمت ز حد اگر گذرد عین، رحمت اگر ز حد گذرد عین زحمت است، یک نقطه بیشتر چه دگرگون کند کلام. رحمت و زحمت. بله. آفت اگر رسد چه تفاوت کند که این در کسوت قضاست و آن رند مست جام. لیکن مراز شعر تر حضرت شما با جمله ارادت و با کل احترام، یک نکته بس عجیب و شگفت آور افتاد. اون نکته اینه: خسران رسیده را به ضیافت چه التزام. هم ضرر کردیم هم شام بدیم. کس دید سود راز زیان دیده خواستن، بیمایه هیچگاه کسی داده بار عام. حالا خونش خراب شده تازه حالا بله شام هم ازش میخوام. بله حالا شامش هم میخوام. بله هنوز تمام نشده. هرگز شنیده اید خیلی که کروبیان عرش یازند دست خیش به موسیقی حرام. دانند سالکان دیار خراب ما، این خیلی لطیفه، دانند سالکان دیار خراب ما که از بام خانه کس نبرد ره به سوی شام. وقت است دوستان که محبت نموده ام احسان خیش را نگذارند ناتمام. اندر پی تشفی این خاطر ملول باشد که گسترند چنان سفره طعام. که از شوق سازمان به فلک سر کشد غریق، کین است رسم و شیوه مردانه کرام. بیدار شد ز خواب گران نوعروس طبع، بشنود تا ترانه داماد شادکام. اون مال من 22 بود، این 24/8، 2 روز بعده. یاران ما، همکاران ما اینجور ادیب بودند و اهل ادب بودند. لطافت و ظرافت و از سال 67 وارد دوره دکتری شدید، دکتری حقوق بین الملل در کشور بلژیک. کجا به این نتیجه رسیدید که شما نیاز دارید که دوره دکتری من رو؟ واقعیش است که برای سرکشی اون دیوان داوری که در اونجا بود، سالی که 2 بار میرفتم برای اونجا. البته دفتر خدمات حقوقی یه جوری تمشیت میکرد که رفتن من مصادف بشه با یکی از روزهای تعطیل مثل 22 بهمن مثلا، یا مثلا یه تعطیلاتی که مراسم سخنرانی اونجا داشته باشم، که من هم برای نگاه از اون سرکشی اون شعبه های داوری و هم که سخنرانی بکنم. چون وقتی سخنرانی میکردم آقای دکتر، گروه های مختلف شرکت میکردن، مسلمون ها و شیعه های مقیم لاهه همه جمع میشدن، پاکستانی ها، افغانی ها، به خصوص پاکستانی زیاد بودن در اون زمان. وقتی که اونجا شرکت و عرب ها، عراقی ها، مسجد داشتن، حسینیه داشتن، اینا شرکت میکردن. و من اونجا اول یک سخنرانی فارسی میکردم و بعد همون رو خلاصه میکردم انگلیسی میگفتم و بعد هم عربی. از این جهت یک سخنران نمونه بودم از این جهت. لذا همیشه 22 بهمن چندین سال من اونجا رفتم. چون زیاد میرفتم اونجا، از اولی که اومدم رئیس بازرسی شدم، هم سال بعدش رفتم دیگه اونجا. کم کم یهو با خودم فکر کردم که من میرفتم اینجا توی دادگاه ها و اینها، میدم اطلاعاتم نسبت به حقوق بین الملل کمه. توجه فرمودید؟ و فکر میکردم که من اینا رو باید بدونم. و همزمان، یعنی دوره دکتریتون همزمان با ریاست شما بود در سازمان بازرسی؟ حالا اونجا یک خود لاهه نبود، بلژیک 2 ساعت راه بود تا اونجا. دانشگاه کاتولیک، دانشگاه کاتولیک یونیورسیتی آف لوون، یونیورسیته دو لوون، یا هم چیزی.
عرض کنم که اونجا حضور نمیخواد، یعنی بستگی داشت. اول از من امتحان گرفتن 2 زبان، یکی امتحان انگلیسی، یکی امتحان فرانسه گرفتن. گفتن با 2 زبان اینجا شما بدونید تا بتونید شرکت کنید دکتری. فوق لیسانس ایران رو پذیرفتن. فوق لیسانس ایران رو پذیرفتن و من خودم اون وقت استاد بودم اینجا، یعنی پذیرفتن و بعد گفتن که ولی به شرطی. منم شروع کردم فرانسه خوندن و جوری شدم که امتحان خوب دادم، ولی امتحان پسیو دادم نه اکتیو. حضور نمیخواست، یعنی واحدی نداشتید، فقط سرچ. فقط تحقیق. رضا اونجا لازم نبود که من وقت همین یکی دو باری که میرفتم اونجا مینوشتم و میبردم پیش استاد و میدیدم. خیلی لذا آسون گذشت برم. و براتون مشکلی نبود که اون دانشگاه از بطن کلیسا اومده و نه هیچ اشکالی نداشت اصلا. میدونید دانشگاه‌های خوب اینطور بود اونجا. یه قدمت 500 ساله فکر می‌کنم داشت. نه هرچی دانشگاه محترم‌تر بود اون است که بیشتر به کلیسا وابسته بود. دانشگاه آزاد یعنی آزاد از کلیسا و آزاد از دین. آزاد اسلامی رو نمیگید، کلا اونور رو میگید. آره اون وقت نبود هنوز، نمیدونم. دانشگاه آزاد یعنی آزاد، فری یونیورسیتی یعنی فری از دین. اونجا همه دانشگاه‌های مثل لیدن، مثل اکسفورد، بله، اینا همه حتی سوربن، مثل سوربن دانشگاه‌های معتبر اروپا درجه اون برگه دکتری رو نماینده پاپ میاد تقسیم میکنه و میده و این. رایگان بود تحصیلتون؟ خیلی کم، پول 600 فرانک بود اون وقت. استادتون کی بود؟ پروفسور جی ورهوفن هلندی تبار بلژیک بود. نمیدونم، ایشون عضو 6 نفره سازمان ملل بود. خیلی مرد محترم و بزرگی بود. استاد راهنما رو استاد راهنما. حمایت از شهروندان در زمان جنگ مسلحانه از نظر حقوق بین الملل و اسلام. فرمودید عضو 6 نفره کجای سازمان individuals in times of armed conflict according to international and Islamic law. فرمودید عضو 6 نفره سازمان ملل کجای سازمان؟ یعنی نمیدونم، یک 6 نفره‌ای بود که من درست یکی از کمیته‌هایی شاید. خلاص خیلی محترم بود اونجا. درسته. و آرایش خیلی محترم بود، هر جا که ازش همین خود دفتر لا هم ازش نظرخواهی خیلی میکرد و نظر او خیلی معتبر بود. درست. و حدود 7 سال طول کشید. بله خب خیلی من آهسته آهسته انجام میدادم و خیلی 67 شروع 67 تا 74 67 تا 74 که تا 73 رئیس سازمان بودید. بله من اون وقت دیدم که برای تمام کردنش واقعا یکی از انگیزه های استعفای من همین بود که این رو بتونید به سرانجامی برسونید. با گراند دیستینکسیون من دفاع کردم. به زبان فرانسه دفاع کردید یا انگلیسی دفاع کردید؟ چون اکتیو زبان انگلیسی بود. درست. خود ایشون هم انگلیسی حرف می‌زد. شما زبان رو انگلیسی رو زمان تحصیل در واقع من زبان انگلیسی رو از قبل از اومدن به دانشگاه با آقای بهشتی با ما گرفته بودید. اون زبان خیلی خوب حرف بود. و بعد جالب بود که مدتی من بر آقای جان کوپر فلسفه درس دادم. جان کوپر که رفت فوت کرد خدا رحمتش کنه، مسلمان شده. فارسی نمیدونست، من خیلی خوب درس میدادم، خیلی زبانم قوی تر از الان بود. الان مدتی حرف نزدم. ولی احتمال زمان دانشجویی حقوقتون در دانشگاه تهران اون موقع که زبان فرانسه بود، زبان چیز نه، اونم باز انگلیسی شما انتخاب کردید. اونجا این بله. استاد شما خیلی زود مجتهد شدید و به مدارج بالای علوم اسلامی و فقهی رسیدین. بین این تحصیلات آکادمیک و حوزوی شما مکمل میبینید؟ چون یه در واقع تفکری وجود داره که به هر حال شما آیت الله هستین و دکتر، یعنی میخوام بگم اینها کمک میکنه. این رو توصیه میکنید به طلبه جوان؟ ببینید من خوب شد یه سوال فرمودین من اینو بگم و این رو هم به ما بگید که آیا از شما به عنوان آیت الله نام برده بشه بیشتر برای شما رضایت داره یا آقای دکتر؟ دو تا دنیای جداست. الان هر دو رو اولا آخری رو بگم، من الان پشت کتاب هم نه آیت الله میذارم نه دکتر. بله دیدم. به دلیل اینکه این خیلی
تقریبا ارزان شده این مسائل. ما آیت الله دکتر هم دیدیم، ما می‌نویسن هر دو رو. اون که خیلی او که دیگه. نه اونم الان می‌نویسم. معمولا کتاب‌هایی که از من اخیراً ببینید بله. سید مصطفی محقق داماد هیچ کدوم عناوین نمیزه، چون این عنوان‌ها دیگه وقتی که عمومی شد دیگه ارزشی نداره خیلی. حالا یه قصه‌ای بگم اگر خواستید ادیت کنید. مرحوم آقای خاتمی، پدر این آقای خاتمی، خیلی مرد بزرگ و شیرین و خیلی شیرین بود. گفت که من یکی عرض کنم حضورتون که الاغدار داشتم که همراه من می آمد و سوار الاغ می شد، از اردکان می رفت باغش. بله. ماشین نبود با الاغ. آره. یه روز من گفت که فلانی حاج آقا یعنی چه؟ به اصطلاح لهجه خودش بگم. حاج آقا یعنی چه؟ معلومه بدهینی هر کی بره مکه بهش میگن حاج آقا. چرا این سوال میکنی؟ گفت برای این که میبینم این خیلی معنی خوبی نمیده. گفتم چرا؟ گفت گاهی به منم میگن حاج آقا. بنده خدا. توجه فرم. حالا دیدم دیگه آیت الله و دکتر دیگه برای همه هست این شعر. فرمودین که الان هیچ کدوم استفاده نمی‌کنید، ولی کلاً کدوم رو بیشتر دوست دارید؟ والا من الان واقعش اینه که هر جا که هیچ عنوانی نذارن دوست دارم، راحت ترم. چون اولا آیت الله بعد قدسی داره که من خیلی خوشم نمیاد. یعنی یک حالت قداست به انسان سخت میکنه. بله؟ سخت میکنه. آره، خود بار موقعیت مسئولیت رو. آدم خیلی سخت. توجه کرده این؟ آره. گفت ما را به این گیاهی گمان یعنی خودش آدم در خودش نگاه میکنه. خوشم نمیاد این حالت قدسی به انسان. دکتر چی؟ دکترم من نگاه میکنم که خب مثلا من خودم روزی چند نفر دکتر امضا میکنیم میشن دکتر و دیگه حالا ما میشیم در حد همون دیگه، فرقی چندان نمیشه. مثل کارت ملی شده، به همه داریم. آره دیگه به همه داده میشه. لذا همطور بعدم واقعش این که فرمودین خوشترم میاد بدون عنوان. چرا؟ چون وقتی بدون عنوان باشه آدم میفهمه که جا افتاده تو جامعه. بله. از این جهت لذت بیشتر میبره. مردم با کسی که راحتن بدون عنوان آقا و خانوم میگن. آره دیگه، یعنی وقتی که اسم چیزی ببرن بهتر. ببینید من اگر عرض میکنم هیچ تعصبی به هیچ نهله‌ای ندارم، چون هر دو نهله رو دیدم. به این نتیجه رسیدم بعد از چندین سال که تحصیل کردم و الان سن زیادی نسبتاً ازم گذشته و سالهای متمادی در دانشکده‌های مختلف، دانشکده حقوق، دانشکده الهیات درس دادم. اگر عرض میکنم این تجربه خودم، واقعش به این نتیجه رسیدم که علوم انسانی که امروز در ایران رایجه، مطلق علوم انسانی، همه رشته های علوم انسانی تقریبا، نه من نمیگم همش، روانشناسی و نمیدونم اقتصاد اگر علوم انسانیه و اینها رو کار ندارم، اما این رشته هایی که اسمش بذاریم علوم اسلامی شاید بهتر باشه یه مقدار، متد که در دانشگاه الان آموزش داده میشه این متد ناموفقه و متدش برای موفقیت همون متد سنتی جواب میده، این متد جواب نمیده. اونایی که پسوند اسلامی داره، توجه کردید، مثل فلسفه اسلامی، مثل حقوق اسلامی، توجه فرمودید، این رشته ها متدش اون متد جواب میده. چرا؟ شاهدش اینه که در سراسر دانشگاهی که الان از سال 1307 دانشگاه تهران تأسیس شد،
آیا یک فیلسوف تحویل داده که سابقه حوزوی نداشته باشه؟ منظورتون از متد رو روشن می‌فرمایید حالا عرض استاد؟ میکنم. آره. این سوال بعدی که متد چی؟ بله. آیا یک فقیه تحویل داده؟ دانشگاه فقیه تحویل نمیده. دانشگاه فیلسوف هم تحویل نمیده. اما متد، فرمودن متد چه متدی؟ متدی که در آموزش پداگوژی قدیم هست که ما تحصیل کردیم این بود که 3 رتبه درس بود: مقدمات، متوسط، سطوح عالیه. مقدمات، علوم متوسط، سطوح عالی. همه اینها مقدمات معلوم بود چه کتابایی باید خونده بشه، متن خونده میشد، متن درس داده میشد. هر روز 2 متن، یکی صبح یکی عصر، 2 متن. گاهی اوقات طلبه ها یک متن مشکل، 1 متن فقط، ولی هر روز 1 متن کامل خونده میشد. متوسطه شد منطق و شرح لمعه رو از بای بسم الله تا آخر خونده میشد. قوانین از بای بسم الله تا آخر خونده میشد. هر روز این 1 صفحه امروز، 1 صفحه و نیم، روز بعد، روز بعد، روز بعد، روز بعد. اون وقت متدش هم اینه که طلبه 2 کار باید میکرد. یکی پیش مباحثه، یکی مباحثه، یکی پیش مطالعه. مباحثه این بود که درس دیروز رو در دوره مقدماتی و متوسطه، درسی که دیروز استاد داده بود، فردا با 2 نفر با هم میشستن، همون چیزایی که استاد گفته بود، یه روز نوبت این بود، یه روز نوبت اون، بیان میکرد برای رفیقش که اینجور گفت استاد دیروز. همون عبارتی که دیروز خونده بود ایشون میخوند برای تمرین با رفیقش در دروس مقدماتی و متوسطه. در دروس عالی، سطوح عالیه که میرفت درس خارج و اینها، مباحثه پیش از درس استاد باید مسئله رو مطرح میکردن، با هم دیگه به حلش میرسیدن. اگر نتونستن حل کنن معطل میموندن که استاد ببینن چجوری حل میکنه. اصلا کلا در دانشگاه کلا اینو نداریم، هیچ کدام اینها نیست. بین استادان هم نداریم، بین استادام نداریم، تعطیله. این روش آقا قوقا میکرد، کارو در میاره. اصلا تمام این مباحث تو ذهن قلب افراد میموند، در جوانی عمیق نقش میبست. من اصلا الان یادمه که فلان مطلب در فلان کتاب صفحه دست راست یا صفحه دست چپ. در این حال اعتقاد ندارید که حالا کسانی که حالا با این در واقع شاید حالا زمینه‌ها و اومده باشن دانشگاه، ولی دانشگاه به طور درستی، حالا من ضعف‌های دانشگاه اینا رو خب به هر حال تا حدی میدونم، ولی باز اون فضای در حقیقت حالا دانشگاه رو دیده باشن موفق تر، یعنی تلفیقی حالا از عرض این. بکنم خدمت، اجازه بفرمایید. پس متد غلط. این متد برای تربیت فقیه و تربیت فیلسوف متد قدیم فقط جواب میده. متد دانشگاهی اونجا جوابی که شما ممکنه من بگید حق با شماست، ولی دانشگاه نیومده فقیه درست کنه، دانشگاه نیومده فیلسوف درست کنه، دانشگاه آمده آشنا با فقه درست کنه و آشنا به فلسفه درست کنه. ممکنه این جواب بدید، من قانع میشم که ایشون یه اطلاعات کلی از فقه داشته باشه که به اندازه ای که نیاز داره تو مباحث حقوقی ازش بهره ببره. اون میخواد حقوقدان بشه.
شما ممکنه این جواب من بدید. توجه کردید؟ ممکنه این جواب من بدید. میگم بله کافی. آشنا به فقه میاد توی حقوق، در حقوق ازش اون مقداری که نیاز داره بهره میگیره و حقوق رو تکمیل میکنه. فقیه نمیشه. فقیه نمیخواد، مجتهد نمیخواد بشه. درست شد. در جواب این مطلب جواب قانع کننده است البته، ولی من عملاً خدمتتون عرض میکنم، من خودم الان جناب دکتر جلالی میدانن که چندین ساله که در دانشگاه چند تا دانشگاه های ایران دوره فقه تحلیلیش رو من درس میگم در دوره دکتری. این یکی. و من چندین سال حدود 27 سال مدنی دانشگاه تهران به عهده من بود. بعد از دکتر امامی درس کرسی حقوق مدنی رو من اداره میکردم. واقعیت رسیدم به این جهت که در مراحل بالا مدنی پیشرفته کسی میتونه درس بده که اینها رو به نحو اجتهادی بلد شده باشه، نه آشنا فقط. این رو هم تجربه کردم که کافی نیست یک آشنایی محض. حتما کافی. آشنایی محض کافی نیست، بایستی که یک عمقی داشته باشه در اهل نظر و نظریه پرداز. و لذا میبینید شما حقوق مدنی جز یکی دو نفر که نظریه پردازی کردن، در نظریه پردازی متوقف شدن، هیچ کدوم نظریه پردازی نکردن به دلیل عمق، عدم فقدان اون عمق فقهی. شما پدر و مادر قانون مدنی و حقوق مدنی رو فقه میدونید؟ کاملا اینطور در قانون مدنی ایران اینطوری. و نسل جدید حقوقدان ها که یه مقدار از فقه دور افتادن میگی در ریشه دور شدن. آفرین. من استادی رو در دانشکده خودمون دم اصطلاحات رو داره اشتباه میگه. اصل مثبت رو میگه اصل مثبت مثلا. بله. مثلا قضات رو میگه قضات مثلا. حتی اینا رو اشتباه لفظی میگه. اون شاید حالا بر حمله بر بیسوادیه مثلا اون فرد و اینا، ولی بالاخره تاثیر دانشگاه نمیتونه یه تاثیر. حالا اجازه بدید اون طرف شد. آره این مال اون طرفش که هنوز مونده نمیگه. این تا اینجا هست. خب بنابراین اون برای اون متد برای من نظرم رسیده که نیاز به اون متد در برای متخصص انتخاب کردن اون متد. فلسفه هم همینطور. کسی میاد 10 صفحه 15 صفحه اشارات یه ترم، این که فیلسوف نمیشه. تاچ میکنه. توجه کردید؟ بنده که اینجا نشستم الان حضورتون، قبل از اینکه همه رو درس بدم از بای بسم الله اشارات تا تای تمتش همه رو خوندم پیش استاد. منظومه رو از اول تا آخر، منظومه سبزواری رو خوندم پیش استاد درجه 1. اسفار همه مجلداتش خوندم پیش استاد درجه 1. تمهید القواعد ابن طاهری بگم خیلی زیاد میشه. توجه فرمودین آقا؟ حالا اگه بخوام درس بدم اشاراتو، اینطور نیست که تفاوتم با دانشجو 1 ساعت باشه که من مطالعه کردم و مطالعه نکرده. اینطور نیست. فاصلم با دانشجو چندین ساله و مسلطم که این تیکه رو کجا شیخ رئیس گفته، اینجا کجا شیخ رئیس گفته، اینا رو حواسم هست. خب این از این سوی قصه است. سوی دیگر این است که خب اگه کسی دانشگاه نیامده باشه و فقط فقه بخونه، واقعش این است که به هیچ وجه این کاربرد این فقه رو یاد نمیگیره که خب به قول فرنگی ها so what، اینا رو که خونده بعدش چی؟ کجا به کار میاد؟ توجه فرمودی؟ بنده خودم تا وقتی هنوز دانشگاه نیامده بودم فقه که میخوندم یه دل سردی داشتم که حالا چه فایده داره اینا؟ توجه فرمودی؟ ذوق پرکتیس و عمل اینا رو تو دانشگاه یاد میگیره. بله. اگر بیاد تو دانشکده حقوق
آشنا باشه، اون وقت برداشتش از فقه یک برداشت دیگری میشه، نگاهش عوض میشه به استنباط. به خصوص این که اولا عرفی میشه به دو جهت. اولا عرفی میشه، ثانیا با مکاتب دیگر آشنا میشه. کسی که میاد دانشکده حقوق میفهمه تو حقوق فرانسه هم اینه، تو حقوق بلژیک اینه، تو حقوق کامن لو هم اینطوره. اینا رو وقتی بر میگرده در منابع فقهی، یهو میبینه نگاهش نگاه دیگریه. خب این فرمایشتون در مورد حقوق درست، ولی در مورد فلسفه مثلا حالا چی؟ فلسفه هم کسی که میاد دانشگاه آشنا میشه به مکتب‌های فلسفی دیگر به غیر از فلسفه اسلام. به غیر از فلسفه اسلام. یعنی میتونیم بگیم دانشگاه یه فضای در واقع حالا نظری آزادتری داره از یک چارچوب. آفرین. یعنی مثلا میبینه که کانت چی گفته، دکارت چی گفته، نیچه چی گفته، اینا رو میدونه. وقت یه چیز دیگه که در سیستم سنتی ما مفقوده و در دانشگاه هست، تاریخه. ما تاریخ فقه رو نمیدانستیم.